تلگرام کانال پامیر دیلی نیوز که رویدادهای مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند روز هفتم آگوست سال 2022 با تکیه به منابع خود در خورو خبر داد که ساکن محله بیزمیچ اصلا گلابوف نیز به حبس عمرباد محکوم شده است. مقامات در این باره تا حال رسما چیزی نگفتند، ولی بنا به اطلاع منابع پامیر دیلی نیوز دادگاه اصلا گلابوف را هم در اشتراک در کشتار جنرال امنیت عبدالله نظروف در تابستان سال 2012 گناهگار شناخته است. این رسانه همچنین خبر داد که ساکن محله خلیبزاد صابر اکبرشایف بر اساس قسم دویم ماده 307 برای تشکیل سازمان افراطی به 10 سال زندان محکوم شده، ساکن دیگر محله بیزمیچ عظیم گلابوف به 18 سال زندان محکوم گردیده است. به گفته منابع پامیر دیلی نیوز دادگاه عظیم گلابوف را در عضویت در سازمان متشکلانه جنایی و قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر گناهگار شناخته است. خود عظیم گلابوف در دادگاه این اتهامات را به گردن نگرفته است. او برادر خردی نیوشا گلابوف یکی از لیدرهای غیر رسمی خوروغ است. نیوشا گلابوف روز 12 ایون در چارچوب عملیات ضد لیدرهای غیر رسمی بدخشان دستگیر شده بود. یادآور میشویم روز 5 آگوست دادگاه ولایتی با عین اتهام اشتراک در قتل سردار وقت ریاست ولایتی کمیته دولتی امنیت ملی جنرال عبدالله نظروف، همچنین غلامعلی عبدالرحمنوف پسر کلانی طالب ایومبیکوف یکی از لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان را به حبس عمرباد محکوم کرد. دادگاه این ساکن 33 ساله خوروغ را بر اساس 5 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان از جمله افباشی، نگاه داشتن سلاح، قاچاق سنگ‌های قیمت‌بها و هم در قتل عبدالله نظروف در سال 2012 گناهگار شناخته است. حسن علی عبدالرحمنوف پسر دوم طالب ایومبیکوف نیز به 12 سال زندان محکوم گردید. حسن علی عبدالرحمنوف 25 سال و به افباشی، غیر قانونی نگاه داشتن سلاح، همچنین به عضویت در گروه جنایتی گناهگار شناخته شده است. با جرم دست داشتن در قتل جنرال عبدالله نظروف محکوم به حبس عمر شدن اصلان گلابوف و غلامعلی عبدالرحمنوف در حالی است که هنوز 10 سال پیش با جرم اشتراک بی واسطه در قتل این جنرال عاقل ایومبیکوف برادر خردی طالب ایومبیکوف و حمزه مرادوف راننده او متناسباً به 17 و 16 سال زندان محکوم شده بودند.